سلام خدمت همه عزیزان. بعضی از مشتریان سوال میپرسن، میگن آقا وکیوم یعنی چجوری است؟ من یه توضیح مختصری در وکیوم بدم. ببین ما یه سری MDF داریم که مخصوص این کاری وکیوم که ما میگیم هست. یه MDF یک روش سفید، معروف به یک رو سفید، یک رو خام اینا. یه روش سفید، یه روش MDF خام. ما یه MDF رو می‌ذاریم داخل دستگاه CNC، یه سری ابزار روش کار می‌کنه. اینا یه سری تیغای دستگاه CNC هستن که دستگاه CNC رو می‌ذارن. حتی نبود تیغاش خیلی زیادتر از این هست. این رو MDF ابزار خاصی که می‌خوایم روش کار می‌کنیم. بعد اینکه کارش تموم شد، مرحله دومش میشه مرحله سنباد کاری. دستگاه ماشین پوست هستن، فرش سنباده هست، لرزون هست، لرزون گردون هست. یه سری جاهاشون که اصلا از سنباد دستی استفاده می‌کنن. جایی که CNC خوردن قشنگ ما پرداختشون می‌کنیم. هیچ اثری از زبری و اینا نباشه. یه چسب مخصوص وکیوم هست که ما میتراپل استفاده می‌کنیم. رو قطع کارمون می‌ذاریم یه تایم خوش میشه. بعد بر اساس اون طرحی که شما انتخاب کردین، رنگی که شما انتخاب کردین، این مثلا سامپل وکیوم اون هسته، روکش انتخاب میکنه. این روکش ضخیمی هست. اینو با یه دستگاه مخصوص میچسبن رو MDF، قشنگ فیکس MDF میشه. بعد خدمت شما عرض کنم من یک نمونهشو مثلا اینو دید کارو دارم. این CNC خورده، سنباد کاریش انجام شده، چسب کاریش رو انجام دادیم، گذاشتیم داخل دستگاه، وکیوم شده که میشه. اینم خدمت شما عرض کردم. روز خوش.